وصیت 27 فضیلت بعضی سوره ها و آیت های قرآن. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردی از اصحابش گفت: ازدواج نمودی ای فلانی؟ گفت: نه ای پیغمبری خدا، و هیچ چیزی ندارم که ازدواج نمایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: آیا قل هو الله را میدانی؟ آن مرد گفت: آره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: سه قرآن است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا سوره اذا جاء نصر الله والفتح را میدانی؟ آن مرد گفت: آره ای پیغمبری خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 4 قرآن است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا سوره قل یا ایها الکافرون را میدانی؟ آن مرد گفت: آره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 4 قرآن است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا سوره اذا زلزلت را میدانی؟ آن مرد گفت: آره ای پیغمبری خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 4 قرآن است. ازدواج نما، ازدواج نما. روایت ترمذی. از معاذ پسر انس جهنی رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی سوره قل هو الله احد را 10 مراتب خواند، خداوند در جنت برایش خانه بنیاد می نماید. عمر پسر خطاب رضی الله تعالی عنه گفت: اگر آن را بسیار خوانیم چه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خداوند بسیار و بهتر عطا می نماید. روایت احمد. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی را در سریه فرستاد و او در نمازها امام شد. با سوره قل هو الله احد رکعتها را انجام میداد. چون صحابگان از سفر بازگشتند این مسئله را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: از او پرسید که چرا این کار را میکند؟ پس صحابگان از آن مرد پرسیدند. آن مرد در جواب گفت: زیرا در سوره اخلاص یعنی سوره قل هو الله احد صفت رحمان است و من دوست می‌دارم که آن را بخوانم. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: او را خبر کنید که خداوند دوستش می‌دارد. روایت بخاری و مسلم. از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: به درستی که خداوند سوره بقره را به 2 آیت ختم نموده است که آنها را از خزینه تحت عرش به من آورده شده است. این 2 آیت را تعلیم بگیرید و زن و فرزندانتان را تعلیم بدهید، زیرا آنها نماز و قرآن و دعا می باشند. روایت حاکم. از عبی پسر کعب رضی الله تعالی عنه روایت است که پدرش گفته است: ظرفی داشتیم در آن خرما بود. گاه آن ظرف را خبر می گرفتم، می دیدم که خرماها کم شده است. پس یک شب پاسبانی نمودم و ناگه یک چارپای چون جوانمرد آمد. پس سلام دادم و سلامم را جواب گردانید. گفتم: تو کی هستی؟ انس یا جین؟ گفت: جینم. سپس گفتم: دستت را به من ده. و دستش مثل دست سگ، مویش مثل موی سگ بود. گفتم: جین همین گونه مخلوق است؟ گفت: جین را می دانم که از من سخت‌ترند. گفتم: برای چی آمدی؟ گفت: ما خبر یافتیم که تو صدقه دادن را دوست می داری و دوست می داریم که از طعام تو به ما برسد. گفتم: چی ما را از شما ایمن می دارد؟ گفت: آیت کرسی که در سوره بقره است. گفت: کسی این آیت را بیگاه بخواند تا صبح در امان باشد و کسی این آیت را صبح بخواند تا بیگاه در امان باشد. چون صبح شد این خبر را نزد پیغمبر
صلی الله علیه و سلم نقل نمودم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: راست گفته است خبیث. روایت نسائی و طبرانی.